علیکم. امیدوارم که حالتون عالی باشه. من الان آماده شدم، دارم میرم پیش مهدیه. قراره با هم دیگه یه کار خفن بکنیم و قراره که یه جورایی بهمون هم خوش بگذره. بریم که این ولاگو همراه من باشیم. سوار اسنپ بشیم بریم پیش به سوی خونه مهدیه. رسیدیم خونه مهدیه، بریم که همراه من باشیم. رسیدم خونه مهدیه جون. خوش اومدیم. سلام دوست. مرسی. بشین پایین، میخوام تنظیم کنم جایی که هستی. ببند مهدیم که دوربین رو تنظیم کنیم. اونم مهدیه. دوربین رو تنظیم کنیم. از پشت صحنه های ویدیو اولی که با مهدی گرفتیم و بریم دیگه مهدیه. بریم. در حال گرفتن ویدیو یوتیوب. سلام. این ویدیو رو توی انگار چنل مهدیه دایره میذارم لینکشو برات دیسکریپشن. ویدیو قبلی رو که دیدین الان میخوایم از یک زاویه دیگه ببینیم. در حال گرفتن ویدیو یوتیوب. سلام. این ویدیو رو توی انگار چنل مهدیه دایره میذارم لینکشو برات دیسکریپشن. خب بچه ها، ما اولین ویدیو رو گرفتیم، تموم شد. بریم که یه ویدیوی دیگه بگیریم، لباسامون رو عوض کنیم، یکم استراحت کنیم، بریم واسه ویدیو بعدی. بریم که دومین ویدیو رو بگیریم. جامون رو عوض کردیم و مهدی داره دوربین رو درست میکنه. بریم که بگیریم ویدیو رو. اینم پشت صحنه های ویدیو دوم. بخشی تشنه بود بردنم. چه سده برد. بذار ببینم که موهام اینطوری کنم. آره دیگه خوب اینطوری. نه این آب بازیه. سعی کن زود بخوریش. ویدیو تموم شد. اینجا خونه رو به چخ دادیم. بریم بیایم که یک روز دیگه دوباره ویدیو بگیریم با مهدیه. روز 2 تا ویدیو ضبط کردیم و خب دیگه حالا ویدیوهاشو میبینید واسهتون میذاریم. بریم به سمت خونه. بریم به سمت خونه مهدیه جون. خدافظ. مرسی که ویدیو ما رو نگاه کردی. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. زنگوله. گلم ممنون. بیا بقى. خب بچه امروز در کنار مهدیه واقعا خوش گذشت. من که چند تا ویدیو گرفتیم که حالا این ویدیوها رو واسهتون میذاریم. ممنون که حمایت میکنید. رسیدم خونه. اگه به پایان رسید. ممنون از شما که تماشا کردین. لایک، شیر، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه.